یکی از دوستا پیغام داده بود که خب وقتی که شما وارد این بیزینس میشید کار شما اینه که بخواین که بیاین هی لکچر بذارید و توضیح بدید. اینو اینو من خیلی دوست داشتم که حالا اینجا بگم که اگر بقیه دوستایی که اونا هم همینطور ممکنه سوال داشته باشن، ببینید این که ما تصویر خودمون رو نشون بدیم، چه من، چه مریم جون، چه بعضی از همکاری که شما میبینید که تو این بیزینس دارن فعالیت میکنن و عکس و فیلم خودشون رو میذارن، انتخاب 100% انتخاب خودمون بوده و اصلا این هیچ چیزی نداره، هیچ الزامی وجود نداره که 100% شما قرار باشه به این صورت کار کنید و این 100% انتخاب شما هست. در عین حال که ما خیلی همکارایی داریم که تو این کامیونیتیمون، همکارایی که داریم پزشک هستن، دندون پزشک هستن، داروساز هستن، مهندس هستن، وکیل هستن، از شغلای مختلف دارن فعالیت میکنن و خب چیزی نیست که به قول معروف قرار باشه که خجالت بکشن از اینکه دارن تو این بیزینس فعالیت میکنن که بخوان تصویر خودشون نشون ندن. ولی خب یه سری از دوستا، حالا چه به دلایل اون مثلا اعتقادات مذهبی میتونه باشه، خانواده مثلا راضی نباشن، یا خودشون مثلا یه شغلی دارن که دلشون نمیخواد مثلا چهرهشون نشون داده بشه، خب اینو من بارها هم گفتم، به هیچ عنوان مانعی نیست دوستان، به دلیل اینکه محتوایی که شما قراره به مخاطبتون منتقل کنید مهمه. ما اینجا اینفلوئنسر نیستیم، ما اینجا وبلاگر نیستیم که قرار باشه با جذب افراد و اینکه تعداد فالوورهای بیشتری داشته باشیم و اینکه مثلا تعداد فالوور بیشتری داشته باشیم بعد بتونیم مثلا درآمد از فیسبوک یا یوتیوب و اینا داشته باشیم، یا بعضی از آدما بیان مثلا تبلیغاتشون رو به ما بدن که ما از نشون دادن اون تبلیغات تو پیجمون درآمد داشته باشیم. نه، کار ما این نیست و کسی که میخواد بیاد تو این بیزینس سرمایه گذاری کنه و این بیزینس رو داشته باشه به هیچ عنوان قرار نیست به خاطر قیافه من و مریم جون و بقیه همکارا بیاد، چون خب شوخی نیست که قرار سرمایه‌شو بذاره، برای اینکه میاد که ببینه این بیزینس واقعا بیزینسی هست که همه چیزش به هم میخونه، به قول معروف میک سنس میکنه، همه چیزش درسته، حالا قراره از لحاظ قانونی بودن، از لحاظ واقعا پتانسیل درآمدزایی که داشته باشه، از لحاظ اینکه از عهده هر کسی تو هر سنی بر بیاد، از عهده اینکه هر کسی تو هر بک‌گراندی بتونه انجام بده. ببینید یه سری از شغلا رو ما میریم تحقیق میکنیم، میبینیم مثلا پاش محکم نیست از لحاظ قانونی بودن، در صورتی که خب همه اینا، این مراحل وقتی شما علاقه‌مند بشید پله به پله همه این اطلاعات رو شما دریافت میکنید و به هیچ عنوان شما سرمایه گذاریتون رو انجام نمیدید تا زمانی که 0 تا 100 همه چی رو در مورد این بیزینس بدونید و از همه چی مطلع بشید. خب پس به خاطر دونست، وقتی که اینا رو بدونن و ببینن نه این دقیقاً یه بیزینسی که میتونه انجام بشه و میتونه براشون درآمدزایی داشته باشه، خب اون زمان اقدام میکنن. پس مسئله اول این که اون دوستایی که دوست ندارن فیلم و عکس خودشون رو نشون بدن، به هیچ عنوان این الزام نیست، چون که اون محتوایی که شما دارین میرسونید مهم هست و هر کسی که دوست داره وارد این بیزینس بشه با توجه به شرایطی که میسنجه و اعتباری که متوجه میشه این بیزینس داره وارد میشه. حدود 45% از کسایی که تو این بیزینس هستن آقا هستن. خب و مثلا این آمار حقیقت برای خود منم خیلی جالب بود، چون من نمیبینم فیلم و عکسی از آقایون نمیبینم. بعد اتفاقا با یکی از همکارای آقا صحبت میکردم و میگفتم که مثلا ما نمیبینیم جریان چیه، مثلا آقایون تو این بیزینس کمتر فعالیت میکنن، بعضیا فکر میکنن که بیشتر خانم‌ها فعالیت میکنن. بعد ایشون خیلی حرف جالب زد، گفت اصلا این شکلی نیست، آقایون 45% تو این بیزینس هستن و خیلی هم موفقن، فقط مسئله اینه که اونا دوست ندارن به شما خانوما زیاد حرف بزنن. این تفاوت بین خانم‌ها و آقایون بعد همینو میگم، گفتم بابا خب یعنی چی؟ میگم نه واقعا، میگم مثلا چه میدونم ما جیم میریم هیچ وقت جلوی آینه وای نمیسیم، ولی مثلا خانم‌ها میبینم نه جلوی آینه وای میسن نگاه میکنن. خب متفاوته دیگه، راحت ترن. اونا دقیقاً به همون مدل متن و تصویر رو به اون صورت دارن تو این فضا فعالیت میکنن. به هیچ عنوان مثلا تو این قضیه مانعی نیست. نه واقعا شما خیلی جا داریم که هر ایده‌ای که خودتون دوست دارین میخواین با صورت خودتون، با فیلم خودتون، نمیخواین با هر چیز دیگه، یعنی خیلی راه زیاده. این نیستش که حتما من باید بشینم از خودم ویدیو بگیرم یا حتما خود من باید باشم، عکسم باشه، صورتم باشه، نمیدونم حالا یا فیلمم باشه. نه اصلا اینطوری نیست.
دقیقا. خیلی واقعا خیلی گسترده است، خیلی گسترده است. یعنی خیلی ببینید دقیقا چون که این آنلاینه و ما قرار تمام این مهارت ها رو یاد بگیریم، به همین دلیل تمام اپ‌ها، تمام نرم افزارها و تمام اون تکنولوژی که تو سوشیال مدیا الان وجود داره برای ساختن 3D، برای ساختن ریلز های مختلف، برای ساختن فیلم های مختلف، همه اینا رو یاد میگیریم. خب من اگه قرار نیست قیافه خودم نشون بدم، اون محتوایی که میخوام با کمک اون 3D میسازم و اون محتوا رو نشون میدم. دومین مسئله که خیلی مهمه و باید اینو در نظر داشته باشین، اینم یه بیزینسه که قرار شما از توش درآمدزایی داشته باشید. به هیچ عنوان شما قرار نیست که به هیچ بیزینسی رو تو دنیا پیدا کنید که خیلی خیلی راحت باشه، خیلی بدون هیچ گونه زحمتی باشه، بدون هیچ گونه تلاشی باشه و قرار شما درآمد زیادی رو داشته باشید. نه، این دقیقاً همون مسئله که اگه کسی میخواد وارد بشه باید فکر کنه، یعنی مقایسه کنه با کاری که الان داره و سطح درآمدی که الان داره و مشکلاتی که سر کارش وجود داره. خب همه اینا رو باید کسی که میخواد بیاد این بیزینس انتخاب کنه ببینه. بله ممکنه که شما مهارتی رو دارین یاد میگیرین که اصلا براتون آسون نباشه، چون به هیچ عنوان سررشته‌ای نداشتین از این زمینه، وقت بیشتر باید بذارید، تمرکز بیشتر باید بذارید، یه زبان دیگه هستید باید ترجمه‌هاشو نگاه کنید، صبر کنید یه منتورتون براتون توضیح بده، همه اینا هست. اما مقایسه باید بکنید. این که مثلا بیان بگین نه من دوست ندارم لکچر بدم، من دوست ندارم این کار بکنم، من دوست ندارم این کار بکنم، اوکی، پس معلوم شه تو الان تو شرایطی هستی خیلی راضی هستی دیگه. اگر که راضی هستی خب اوکی، به کارت ادامه بده دیگه. هر کاری مستلزم یه پروسه‌ای هست و تو باید یه کاری انجام بدی. اینجوری نیست که مثلا فکر کنن هیچ کار قراره انجام ندن و بعد قراره یه درآمد خیلی خوب داشته باشن. نه، این به ازای این کارهایی هست که شما باید انجام بدید. من باید هر جور که میتونم اطلاع رسانی، کار من اینه که اطلاع رسانی در مورد این مدل بیزینس پلن رو برای آدمای سر تا سر دنیا از طریق سوشیال مدیا این اطلاع رسانی رو انجام بدم. حالا اگر راحتم با تصویر خودم، با فیلم خودم، اگر راحت نیستم با محتوایی که تولید میکنم یا اینکه میتونم تبلیغات داشته باشم، در هر صورت بله کار من اینه. قرار نیست که مجانی که بتونید شما بدون که هیچ کاری بکنید قرار باشه یه درآمد عالی داشته باشید که ما میگیم بعد از سال اول قابلیت این دارید که بتونید ماهی $10,000 به بالا درآمد داشته باشید. اگه میپرسید چطور، بیاین چه برای مریم جون چه برای من کامنت بذارید تا اینکه ما براتون توضیح بدیم دقیقاً جزئیاتش به چه صورته. شما باید ایمیلتون رو بدید تا ما اطلاعات رو براتون بفرستیم. نه اصلا این کار تلاش رو لازم داره، ولی فشار و استرسی که ما از کار آفلاین، من خودم به شخصه رو دارم میگم، فکر میکنم همه همینطورن، اون فشار و استرسی رو که ما اونجا باید تحمل کنیم و انقدر باید صد خودمون رو بذاریم که شاید 10 رو کسی ببینه که ما بتونیم یه ارتقایی پیدا بکنیم، بتونیم تایید رئیسمون رو داشته باشیم. اینا همه چیزاییه که توی این کار ما نداریم و هر چقدر میدونیم که تلاشمون رو بیشتر بکنیم برای خودمونه. درسته. یعنی واقعا اون انرژی رو که ما برای کار بیرون میذاریم اگر همونو یک صدومش رو برای این کار بذاریم، واقعا خیلی بیشتر ما میتونیم درآمد داشته باشیم از اون چیزی که واقعا 8 ساعت بریم بیرون برای کسی کار بکنیم. میگم تازه صدمون هم باید بذاریم. دقیقا درسته، چون آخه بیزینس خودمونه دیگه، خودمون رئیس خودمون هستیم، 0 تا 100ش دست خودمونه و قرار خودمون سودشو ببریم.